همون مال لازمه برای آنکه عقیقه واقع شود حتما باید مال بکشی. بکشیش خیلی که میده خیلی خوردن بگی آخه برای ابو خانواده تا گوشت میخری کو خانت پری گندم آیا ده هم عقیقه کنی سنت پیغمبر زنده کنی هم خانه را با گوشت تامین کنی چیزی آن داره از برای خود همه خود جوانمرد چه انشالله فرزند هم رنگی خود جوانمرد بشه خود به غیرت باشی با یقین بدون که همون فرزند هم خود یک شخصی هم تری سختی مرده بوده است در سختی و کنسکی نامدار و مشهور یه روز این مردک در بصره بوده است یه روز یک رفیقش از کوفه مهمان میشود یک رفیقش که چند مدت ایره نان و آب داده و ضیافت کرده گرفته است وقتی که در کوفه میرفته است این مرد مهمانی همین میشده است پسرش دعوت میکنه یه آدمی بخیل میگه بچه جان همین امکت فلانی بسیار آدمی بانمک است نون ایره بسیار خورده گیم این از من بسیار قدردان است من اینه 10 دیرم برای یک گوشت فسان بخر یک گوشت خوب بخر بیار یک خیله کنیم همین گوشت بریون کنیم همین امک تا یک ضیافت بتیم پسرش خوب میگه پولا میگیره میبروید بعدی 3-4 ساعت بیاید دستش خالی من میگم بچم جوانمرد که نخدا که آخی من ترا گفتم که این آدم قدردان است آخی ما راهی ترا نگه داریم یگان چی خوردگی نیستیم و دستات خالی اومدی کو گفت پدر گفته که گوشتی بهترین بخر گفت بله بچم گفت من همین سراغ کردم که ای همه گوشتی بهترین در کدام قصاب باشه یا ادرسم دادن او پرای شهر ده رفتم نزدش گفتم اکی قصاب یا مهمان خوب داریم همه گوشتی بهترین شب برمتیم گفت هاز یک گوشت میبرمت بد مسکه واری ملایم میگه گفتم سبحان الله این گوشت با مسکه قیاس کرده پس معلوم میشه که ای گوشت مسکه خوب است بیا برا گنی مسکش بخرم آخی ای گوشت که مسکه خوب باشه مسکش بخرم خوب نیست نزدی مسکه فروش رفته میگه بقال گفتم اکا یا مسکه تازه بته که مهمان بسیار عالی قدر داریم گاز یا مسکه میبرم میکشمد ای اصل ده شیرین گفتم سبحان الله اوی مسکه را با اصل قیاس کرده است پس معلوم میشه که اصل بهتر بده است بیا برا گنی اصل بخرم پیش اصل فروش رفته میگه گفتم اکا همین اصلی پیشت بکش بودی گواز یه اصلت میگیرم ای او در روشن میگه گفتم الله اکبر معلوم میشه ای همش همین او خوب بوده است ای همه دا که او خوب باشه در دهانی در خونم و چشمه نازنین بازی میرم کوزه را پری او میکنم در پیش مهمون میمونم زدم بگیره در جوری شریفش بگو بچم برکالله آفرین فرزند حلالی بوده همین فرزند رنگی اصلش میره از حکیم کرد شاگرد سوال که مهندس کیست فرزند حلال یک شاگرد میگه از استادش سوال کرد که استاد محترم همین فرزند حلال زاده چه خیلی فرزنده میگن گفت آن کو عاقبت گردد شبه با پدر گر بخرد است گر صفه استاد در جواب گفت بچم همین فرزند حلال زاده فرزند را میگن که عاقبت الامر با پدر شبه میشود چندگاه گر نماند با پدر عاقبت خود را رساند با پدر شاید در سین سال جوانی یکم خلق و فعلش فرق کنه اما روی همون مثل اون پدرش میشود ورنه فعل او بر این معنا گواست دست از او بکسیل که فرزند زیناست اگر این خیلی نباشه با یقین بفهم که همین فرزند حلال زاده نیست بچه هم گفت برکلاته حلال زاده بده نه که یک چیز با اینوبت نگرفتی ای بچه ای طرف شهر با اون طرف شهر ای طرف شهر با این طرف شهر این قچرق زدی و پاپوشیات خورده کردی همه را گفت پدر وقتی تو نشان دادی که به همین امک تا گوشت بخر گفتم ای سر همین ضیافت همین امک که میخوره کو پاپوشی های میره پوشیدم برفت همین چیز اصلیت داره واقعیت داره امروز تو عقیقه کردی امروز تو سنت پیامبر احترام کردی با یقین بدون که فرد و فرزند هم مثل خودت میشه برادر عزیز یا چیزی هست که طبیعت خدای تعالی طبیعت به همین شکل خلق کرده است کما تدین و تدان چه خیلی تو معامله کردی با تو هم خیلی معامله میشه برای همین در این مسئله آدم باید جوانمرد باشه با غیرت باشه امام غزالی قصه میکنه خدا رحمتش کنه در احیاء العلوم میگه یک شخص فرزنددار شده است اگه میخواه که عقیقه پیغمبر کنه
مردم به سنت پیغمبر زود